إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیه شأن نزول این محور اول. محور دوم مدارک و منابع اهل سنت. محور سوم اشکالات و شبهات. یکی از اون آیاتی را که میخوایم ما مورد بحث قرار بدیم همین آیه که در سوره معارج سأل سائل می باشد، راجع به کسی نازل شده است که منکر ولایت امیر المؤمنین شده، بعد از جریان غدیر منکر این معنا شده، اعتراض به پیامبر اکرم کرده، بعد درخواست عذاب الهی کرده و خدا هم دعاشو سریعا پذیرفت و عذاب بر اون نازل کرد. اولا اصل قصه شو برای شما از کتابای خودشون نقل کنم. این کتاب را ببینید، الکشف و البیان، معروف به تفسیر ثعلبی، متوفای 427 هجریه، در جلد دهم صفحه 34 اصل قصه و شأن نزول این آیه را بیان میکنه. سئل سفیان بن عیینه، از سفیان بن عیینه سؤال شد عن قول الله سبحانه سأل سائل فی من نزلت. این سائل کی بوده که سؤال عذاب واقع کرد؟ سفیان گفت سألتنی عن مسئلة ما سألنی احد قبلک. سؤالی از من پرسیدی که قبل از تو کسی این سؤال را از من نپرسیده. حدثنی ابی عن جعفر بن محمد عن آبائه. سفیان قصه را نقل میکنه و ربطش میده، میگه من این جریان را از امام صادق به یک واسطه شنیدم که چی؟ لما کان رسول الله به غدیر خم، هنگامی که پیامبر اکرم در غدیر بودن، نادا بالناس، اعلام کرد مردم جمع بشی، فاجتمعوا، مردم جمع شدن، فاخذ بید علی، دست علی ابن ابی طالب را گرفت، فقال، فرمود من کنت مولا فعلی مولاه. میگه این جریان که تمام شد، پیامبر اکرم به مدینه برگشتن، شاع ذالک و طار فی البلاد، این خبر به همه جا رسید، تمام بلاد اسلامی پیچید این خبر، طار ذالک، این خبر منتشر شد. کدوم خبر؟ ولایت علی ابن ابی طالب. من دارم این از چه کتابی میخوانم؟ الکشف و البیان کی؟ ثعلبی، متوفای 427 هجری. خلاصه میگه شاع ذالک، این خبر شیوع پیدا کرد، و طار فی البلاد، همه جا منتشر شد، فبلغ ذالک الحرث ابن نعمان، خبر به حرث ابن نعمان رسید. حالا در بعضی کتابای دیگه جابر دارد. فاتی رسول الله، فوراً این آقا خدمت پیامبر اکرم آمد و خب علی ناقة، یک شتوری داشت، سوار شتور شد و خودش رسوند مدینه خدمت پیامبر اکرم. حتی اتی الابتح، ابتح محل سیل، مسیل، اونجا که رسید شتورش اونجا بالاخره نگر داشت، شتور رو قرار داد و آمد کنار پیامبر اکرم. و هو فی ملأ من اصحابه، دید پیامبر اکرم در جمع اصحابشون قرار گرفتن. رو کرد به پیامبر، ببینید چقدر متاسفانه بی ادب بود این طرف مقابل. رو کرد به پیامبر اکرم
نگفت یا رسول الله، گفت یا محمد. یا محمد امرتنا عن الله، از طرف خدا به ما دستور دادی ان نشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. قبلنا. به ما گفتی بگید خدایی هست، بگید که من پیامبرم. خب گفتی. امرتنا ان نصلی خمسا، گفتی 5 وقت نماز بخونیم، خوندیم، قبول کرد. امرتنا بالزکات، قبلنا، گفتی زکات بدید، خب پذیرفت. امرتنا بالحج فقبلنا، گفتی حج برید، پذیرفت. امرتنا ان نصوم، بین همیشه داره منت میگذاره. یمنون علیک ان چی؟ اسلمو، منت میگذارن که چی شدن؟ نه خیر آقا، الله یمن علیکم ان هداکم ایمان. خدا باید سر شما منت بگذارد که شما را آدمتون کرد، هدایتتون کرد به سوی ایمان. حالا این آقا آمده چی؟ منت میگذاره. حالا گفتی حج رفتین، گفتی نماز خوندین، گفتی بالاخره روزه 1 ماه روزه بگی، خب 1 ماه هم ما روزه گرفتیم. ثم لم ترضى بهذا، همه اینا کم بود. لم ترضى بهذا حتی رفعت بضبعی ابن عمک، دست علی، نگفت علی، گفت ابن عمک، پسر عمت. خلاصه انگشت سبابه پسر عمت، دست پسر عمت را گرفتی، ففضلته علینا، او را بر ما ترجیح دادی. و قلت من کنت مولا فهذا علی مولا، گفتی هر کس که من ولی سرپرستش هستم، علی ولی سرپرستش باشه. هذا شیء منک ام من الله، این حرفی که گفتی در قدیم از جانب خودت بوده یا از جانب خدا بوده؟ پیامبر فرمود والذی لا اله الا هو الا الله، قسم به اون خدایی که جز او خدایی نیست. هذا من الله، از جانب من نیست، از جانب خداست. من فقط مأمور چی بودم؟ بله، تبلیغ. یا ایها الرسول بلغ، به کاری جز تبلیغ. خب این آقا وقتی که این حرف رو از دولب پیامبر اکرم شنید باید بگه خدا رو شکر که هدایت شدم دیگه، نه؟ نه خیر. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب فول الحرف یرید لاحلته، حرف رو که از پیامبر اکرم حرف رو از پیامبر شنید، برگشت طرف چی؟ شطور خودش. در حالی که این جمله را میگفت خدایا اگر حرفی را که پیامبر زده از حقه، امطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اگر حرف پیامبر حق است، خلاصه سنگ از آسمان به تو کله من بخوره. اگر حرفی که پیامبر میزنه حقه، عذاب دردناکی بر من نازل کن. چه دعایی! یه عوضی که بگه خدای اگر حرف ایشون حق است منو هدایت کن، اگر حرف پیامبر حق، یه سنگ تو کله من بخوره. الحمدلله خدا سنگ تو آسمون زیاد دارد، طیران ابابیل هم داره، همطور میچرخن منتظر فرمان خدا هستن که ترمیهم به حجارت من سجین. خلاصه همینطوری که میرفت طرف ناقه خودش اینجوری حرف میزد، فما وصل الیها، به ناقه خودش نرسید، حتی رماه الله به حجر، یه سنگی، خدا دعاش زود پذیرفت، یه سنگی برایش فرستاد خورد تو کلش. حتی رماه الله به حجر فقتله، او را کشت جا به جا. بعد انزل الله سبحانه سأل سائل بعذاب واقع. این شأن نزول آیه شریف.